عاشق را حساب با عشق است، با معشوق چه حساب دارد؟ عاشق حسابش با عشقه، با معشوق هیچ حسابی نداره. میتونم کلمه رو بفهمین، شاید یه روزی بفهمین. ما عاشق این هستیم که آدم‌ها شماها به رهایی برسیم. ما عاشق این، من و بقیه راهنما همه اعضای کنگره عاشق این هستیم که شماها به رهایی برسیم. با شماها کاری نداریم، ما با معشوق کاری نداریم، ما با عشق کار داریم. میخوام شماها به رهایی برسیم. تمام اعضای کنگره همین رو میخوام افراد به رهایی برسن. با افراد کاری ندارم. من با کدومی که از شما خورده حساب دارم؟ در کل کنگره من با هیچ از خورده حساب ندارم. و حتی گفتم من که بنیان کنگره هستم، گفتم اگر من هر زمان خواستم برم الان حساب من با کنگره صفره. من با کنگره هیچ حسابی ندارم، با همه‌شون. با شما که هیچ. با کنگره رو بنیان نهادم، اعتیاد رو درمان کردم، 10,000 تا نمونه، بیش از 10,000 تا نمونه سالم و خوب به وجود آوردم. برای بعضی از بیماری ها تئوری رو ارائه کردم. از افتاده ترین آدما، قوی ترین آدما رو تربیت کردم، آموزش دادم، پرورش دادم. ولی بر هیچ کس هیچ منتی ندارم. هیچ وقت هم نخواستم کسی هم یه مهندس دست درد بکنه یا نکنه. نه، اصلا مهم نیست قبول داشته باشن یا قبول نداشته باشن، بپذیرن یا نپذیرن. من و بقیه اعضای کنگره و تمام راهنماها، ایجنت‌ها، دیدبان‌ها، همه فکر ما همینه، باید باشه. ولی هیچ ادعایی نداریم و هیچ حسابی نداریم. نمیگیم بنیان گذار، میگیم خود بنیانه، یعنی خود ریشه، یعنی بنیان کنگرهش هست. روش درمان رو مشخص کرد، استخراج کرد، نوشت، طریقش رو انجام داد، متد DSC رو به وجود آورد، وادی ها رو 14 وادی برای شما به نگارش در آورد، پله پله کار کرد. هر هفته سعی میکنم براتون یه دونه CD بده از زوایای مختلف، انواع و اقسام، موضوعات گوناگون رو به شما آموزش بده با پایین ترین قیمت. این اطلاعات در اختیار شماها چیه قرار گیره. ساختار کنگره رو، مدیریت کنگره رو پایه‌ریزی کرد، برنامه ریزی کرد. ساختار جلسات رو همینطور، دستور جلسات، ساعت بندی دقیق، همه کارا برای شما به وجود آورد. و از اون ماجرا 17 سال چیه وجود گذاشت. به این دلیل میگن که چی؟ بنیان کنگره شد، یعنی همه چی رو وجود آورد. و باز هم گفتم، تکرار میکنم که همراه من بسیار مردان و زنان بسیار با ایمان و قوی و خیلی نیرومند حرکت کردن تا به اینجا رسیدیم. اطمینان کامل دارم که این روش درمان متد DSC به تمام جهان خواهد رفت.